السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز ما درباره دو نفری که میخواستند جسد رسول خدا صلی الله علیه و سلم را از قبرش بیرون کنند صحبت میکنیم. روز پادشاه عادل مسلمانان که نورالدین زنکی نام داشت، در سال 557 هجری رسول خدا صلی الله علیه و سلم را در خواب دید که با او میگوید: ای نورالدین، من را از دو نفر نجات بده، و اشاره کرد به سوی دو مرد. نورالدین زنکی از خواب ترسیده خیست و باز خواب رفت. همین طور 3 مرتبه رسول خدا صلی الله علیه و سلم را در خواب دید. یعنی 3 مرتبه رسول خدا صلی الله علیه و سلم از نورالدین میخواست که او را نجات بدهد. نورالدین زنکی در تعجب و در حیرت ماند. شیطان که خود را مانند رسول خدا صلی الله علیه و سلم کرده نمیتواند و بسیار هم در فکر ماند. نورالدین زنکی وزیری با تقوا و هوشیار داشت. او را دعوت کرد و با او مشورت کرد. وزیرش گفت: باید چقدر تیز به مدینه منوره بروی. نورالدین زنکی به مدینه منوره سفر کرد و با خود بسیار پول و مال گرفت. وقتی در مدینه منوره رسید، به اهل مدینه منوره گفت: من به زیارت مدینه منوره آمدم و هر یک نفری که در مدینه منوره زیست و زندگی میکند برای همه شمایان چیزی آوردم. پس مردم مدینه منوره همه جمع شدند و نورالدین از مال و پولی که با خود برده بود تقسیم کرد به همه و به هر طرف نگاه میکرد، اما اون 2 نفر را که در خواب دیده بود ندید. در حیرت ماند: چرا این طور باشد؟ چرا نیستند اون 2 مرد؟ از مردم پرسان شد: آیا کسی مانده است که نه آمده باشد به اینجا؟ مردم گفتند: 2 مردی هستند که بسیار با تقوا هستند، از کسی چیزی نمیگیرند. آنها فقط مردم را کمک میکنند. و بسیار تعریف کردند آن 2 نفر را. نورالدین زنکی گفت: آنها را به اینجا بیارید. وقتی آنها را به نزد نورالدین زنکی حاضر کردند، نورالدین دید که هر دوشان همانانی بودند که در خواب خود دیده بود. برای هر دو اینها کمی از پول پیشنهاد کرد، اما آنها گفتند: ما برای حج و زیارت آمدیم. نورالدین زنکی گفت: من خانه شما میخواهم بروم. آنها راضی نشدند، اما نورالدین با آنها رفت. وقتی به نزدیک خانه آنها رسید، دید که در نزد مسجد رسول خدا صلی الله علیه و سلم زندگی میکنند. وقتی در حجره آنها در آمد، دید که کتاب‌های بسیار و پول و مال دارند و چشم نورالدین زنکی بر یک طرف خانه زد. درون حجره آنها در آمد. ناگهان پای نورالدین زنکی در یک چوبی زد و آوازی غیر عادی می برآورد زمینی همون حجره. نورالدین زنکی گفت: این چیست؟ آنها گفتند: ما نمیدونیم. نورالدین زنکی امر کرد که این قالین را بردارید. دید که زمین سوراخ است. وقتی سوراخی را نگاه کرد، تا قبر رسول خدا صلی الله علیه و سلم تگ زمین سوراخ کرده شده بود. پرسید: این چیست؟ آنها گفتند: ما نصرانی هستیم. ما را روان کردند که جسد رسول خدا صلی الله علیه و سلم را از اینجا با خود ببریم. نورالدین زنکی امر کرد که گردن هر دوی اینها را زنید. الله سبحانه و تعالی رسول خدا صلی الله علیه و سلم را وقتی در زندگیش حمایت کرد، بعد زندگیش هم حمایت میکند. الله سبحانه و تعالی میگوید: بسم الله الرحمن الرحیم: والله یعصمک من الناس. الله تو را از شر مردمان
حمایت میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.